درود به دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ هواشناسی گفته که امروز هوا ابریه، یعنی نیمه ابری. الان ابر قشنگی داره، ولی صبح یه بارونی اومد که اصلا نتونستیم چیزی تمیز کنیم. اومدیم خیابون، این اطراف جایی که ما داوطلب شدیم، این اطراف رو بگیریم، یه دستی روش بکشیم، خیابون رو مرتب کنیم، تمیز کنیم. فقط همین چهارراه، همین اطراف خودمون. بعد تو ایران هم بودم این کار میکردم، موقعی که توی زیر مجموعه محیط زیست بهار نارنج بودم. ما میرفتیم جای مختلف تمیز میکردیم، چه خیابون چه مخصوصا کوهنوردی که میرفتیم جنگل. خیلی آشغالا بود. اینجا هم البته کلی آشغالا هست، هیچ فرقی نمیکنه، فقط اسم کشور فرق میکنه همین. و انا اینجا هم کلی آدمایی هستن که اهمیت نمیدن اصلا. بطری نوشابه، یعنی از این نوشابه‌های کوچولو، نمیدونم غذاشونو میخورن میندازن گوشه، اصلا صداشخان نمیندازن. صداشخان اون بغلا تنبلیشون میگیره یه چند قدم جلوتر برن بندازن صداشخان، برگردن سر کار خودشون. اینجا هم از اینجور آدما پیدا میشه. یکم سرما خوردم از دیروز، جاتون خالی. برای خودم یه آب لیمو عسل درست کردم با زعفرون نبات زعفرون ریختم توی این ظرفم، قشنگ گرم. هوا هم الان باد میزنه. بعد من معمولا باد میخوره به گلوم، سرما میخوره. حالا من دوستم، مامانم، دوستمون، بقیه اون برن، بقیه دیگه این برن، یکی دیگه هم برگشتن. همینجوری فعالیت میکنیم. Strong mommy in the world. Some kind of charm was. Here, take the things with you. Tell them can I Well, I don't. That's so long. اندازه قدته. Yeah. It's like almost your same height. I can't believe it. Yeah, almost your height. It's good for me. I can make salads. I'm used to get dandelion. This is not dandelion. This is not green, and it's a tree. Yeah. Alright, you can do it. I can't get it. I need the box. Now it's gone. You can do it. Mom, look. A wheat salad. Guys, who wants some ice cream? You want some ice cream, mommy? Now you said I do. I'm thinking about the sandwich. Oh yeah. Don't go ice cream. نباجا. تا چند دقیقه پیش بارون اومده بود، خیس شدیم، دوباره خوش شدیم. دوباره داره بارون میاد، داریم خیس میشیم. سرد میشه گرم میشه. کلا همیشه این فصل این مدلی ها دیگه. الان اینجا مدرسه ها باز شده. با اینجا چقدر کثیفه. It's a kind of cloudy and rainy day. We're still helping and working. Oh, look at the beautiful flower. We start 9 in the morning and it's almost 11:30. We're almost done. Everything going nice, great, nice and clean.
My mom is on the way. She's coming. It's starting raining again. Yeah, we're going back to the building now. Take a rest. It's raining, man. Whoa, whoa, whoa. Yeah, 1, 2, 3. Oh, it's so heavy. So heavy. Whoa!